منم یکی از اون 11 تا. منم یکی از اون 11 تا. بچه های ما نداشتن مدرسه فوتبال، پا گرفتن تو زمین خاکی، تو مدرسه تو پارک، یاد نگرفتن از معلم اروپایی، بالا اومدن با گل کوچیک و بارو پایی، نداشتن رژیمای سبزی های خارجی، نرفتن اردوها و تفریحای کالجی، زمینایی که حتی نداره جا آب خوری، تو پلاستیکی دولای دروازه آجری، هزار تا داستان که بپیچن از خونه، همه با لباسایی که بی شکرزونه، ولی بازم میشه گفتن چقدرم خوبه، بهترین مربی از تو بچه محل بوده. با ایمان ما میریم جلو، بگو یا مرگ یا ایران، قهرمانی ما. با ایمان ما میریم جلو، بگو یا مرگ یا ایران، قهرمانی ما. کم نداشتیم ما به زاده ها رو، با غیرت نبوده کسی را بندازه ما رو، بی‌منت زحمت ها رو بذار پای کادو، نداره یه خارجی حتی یه بابای ما رو که پینه بسته دستش خسته هستش، ولی خب بازم داره دست بخشش، کمرش دیست داره ولی خم نیست، آره 20 ساله که سر پا ایستاده، اینا نمره 20 داره. از جنوب تا انزلی من علی کریمی و خسرو دری کم ندیدم، ایرانی‌ها تو جنگ سخت و واسه هم ظریفن، نمیشه نداریم من همه فن حریفم. سیر میشدیم تو راب بانون، کفش رنگ میداد به جوراب بامون، نمیدادن تو پاک رامون، امکانات نبود تو باشگاهمون، زمینامون همیشه توراش پاره تو پاش داغون. 4 سالی یه بارونم شاید، اگه شانس سر خونت اومد باید خودتو بدجور ثابت کنی، حساب کن حتی رو همسایت. ما هممون پشت هم دیگه با شعار یا زهراییم، ما همه کل ایران امسال یکی از اون 11 تاییم، یکی از اون 11 تاییم. استعدادو به ما خدا داده غریزی، دایی کریم باقری خدا داده عزیزی، واسه رقیب مثل یه مجازات یه مریضیم، شادی این همه عجب مناجات تمیزی، عجب مناجات تمیزی، عجب مناجات تمیزی. تو هم یکی از اون 11 تایی، همون یکی از اون 11 تایی. با ایمان ما میریم جلو.